و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوب است ما. آمین آمین. دیگه دیوس خو رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که لا يدخل جنت دیوس، در جنت دوس داخل نمیشه. و خودش تعریف کرده پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث که الذي يقر في اهل الخبث، دویس کسی است که همون شخصی است که در خانواده خود خباثت اجازه میده. خبث یعنی به حجابی، به حیایی، و میفهمه که دخترش که کسی ارتباط داره چیز نمیگه، یا بچهش ارتباط داره، نامشروع یعنی کارهای گناه میکنن و این خوش است، یعنی که برو همی فحاشی عیاشی باشد و اینا، یعنی سرناموسش که سعی میکنه و این غیرت نمیکنه. او غیرت بازی تو نیست، یکی غیرت است که اگم تا کسی را میکشه این صحیح نیست، غیرتی که مانع شود و مطابق قانون اسلام را مانع شود. بی‌پروایی طبعا دیگه یک نوع دوسی است. خب این دوسی در انواعش، یعنی دوسی چند بخش‌ها را شامل میشه. یکی خانواده زنا و فحشا میکنه، چیز نمیگه، ای است. دیگه باز بی‌حجابی، بی‌حیایی، ما مقدمات زنا را انجام میده، این در انواعش داخل میشه. الله دیگه ما شما را نجات بده. باید غیرت داشته باشیم، سر اعضای فامیل خدا حفاظت کنیم. اما ایتونه که با کشتن و مرگ به خاطر بعضی سرنده گپ میکشه، میشه که انسان بفهمه تربیه کنه و باز تنبیهات بدنی که مطابق هم گناه زیاد نه